خمیازه انار یلدا. تخت‌های شعله و گوشت رطوبت نرمی می‌دهند و فضای اتاق نشیمند. عطر غذاهای زمستانی می‌آمیزد به هم. لقمه‌های گوشت قاب، شعله تند و تیز گل می‌اندازند به گونه‌های یلدا. گونه‌هایش سرشار از عشق و دلمزگی. چشم یلدا به سبدهای خوانچه می‌افتد به گوشه خانه. سبدهایی که عصر همان روز یلدایی آورده بودند برایش. و نظرش می‌آید که انارها در سبد را با لگد می‌زنند و تلو می‌آیند بیرون. چرخی می‌زنند روی گلفرش‌ها. یلدا نیست، دلش بد. یلدا تا چشم باز می‌کند صدای حاجی رو می‌شنود. من برای تو حمید دعا کردم. نماز نصف شب کارساز است، کارساز. ذوق لبریز می‌شود و دل یلدا. گونه‌هایش داغ می‌کنند. آب شیرین جمع می‌شود به نوک زبانش. حاجی شب لبیش را سیله می‌کند نرم. تکه می‌دهد به پشتی. رو به یلدا می‌کند و می‌گوید چرا چپ هستی دخترم؟ یک چیز بگو، ما از خاطر تو آمده ایم به این شب مبارک. یلدا لب‌هایش را چندک می‌کند و می‌گوید پارسال معلم اجتماعیات ما می‌گفت که جشن یلدا پیروزی روشنایی بر تاریکی است. قدیم‌ها مردم تو خدا داشتند، اهورامزدا و اهریمن، خدای نور و خدای تاریکی. حاجی ابرو کج می‌کند و میگه استغفرالله، استغفرالله. شر و بدی را چی به نام مبارک خدا؟ این معلم شما کافر بوده، چی بوده به خدا؟ یلدا می‌بیند که حاجی را خوش نخورد این که برای خدا صفت بدی داده شود. و عجله میگوید نه حاجی صاحب، نه، معلم ما گفت که شب چله از خاطر که بسیار تاریکی است، اگر تا دمای صبح چراغ رو روشن بمانیم خدا بر شیطان لعین پیروز می شود. سیمین گل به فکر فرو می رود. خدا سر ما فضل کند. این دختر گپ از چراغ و روشنی می زند. از روشنی تا دم صبح. خدا ناترسا که دیده می تانند که چراغ مردم بل باشد. یک دفعه نیستند و دسترخوان ما را بی برکت نکنند خدای ناکرده. حاجی شانه‌هاش را راست می‌کند و شانه گوشتی حس و غرور و شادی می‌کند و نرم لب سخن می‌کشد. زمستان‌های قدیم برف زیاف می‌بارید. اسب‌ها و قاطرها را راه نمی‌دادند. اسب‌ها و قاطرها راه نمی‌یافتند که پیر شوند. مردم چه می‌خوردند؟ گوشت خشک می‌خوردند، سبزی خشک، بانجان رومی و بانجان سیاه و بامیه خشک می‌کردند. ولش تابستان‌های داغ جور می‌کردند وقت تموز. بی حاجی با صدای لرزان می‌گوید یادت رفت حاجی، به باغ شیره تیار می‌کردیم، شیره انگور. ما در کنار یلدا باز هم صدایش بلند شد. به قریه که بودم تابستانا سر تا شخصش می‌کردم. پیاز می‌چیدم روی برجال بام، گوشت رو رویشان می‌کردم، گوشت که قاق می‌شد پر می‌کردم به کندوی برنج. ترنگس می‌کردم توتای گوشت. یلدا خیره می‌شود به خوانچه‌ها و هدیه‌های یلدایی و نظرش می‌آید که 2 باغچه معطر آرام رفتند به گوشه اتاق. میان خوانچه‌ها تربوزهای پالوزی سوزان و رقصان و نظرش می‌آید که زنها سایه چادرهایشان روی کرد و پلوان پالیز، بافت‌های مویشان نرم روی سینه‌ها افتان و خیزان، گویا آفتاب باریده باشد بر گونه‌های سرخشان. وقتی که تربوزها را از زمین جدا می‌کنند، زنها شادی گل می‌چینند و دور لب‌هایشان و آنان دست می‌زنند به بر و گله تربوزها. گروم گروم. یلدا صدای زنانی را می‌شنود که می‌گویند شور دارد پالیز ما. تربوزهای گرگدار ما داد خداست، تربوزهای آبدار. صدای بیبی لرزان و لنگان به آشپزخانه می‌آید. از وقتی به کابل آمده ایم زمین که سفید می‌شد کابلی ها به ناز می‌گویند کابل جان بی ظرف باشی بی برف نه. مگر من یلدا را گفتم دیروز که جاکت‌هایم را از الماری بالا پایین کند. استخوان‌هایم تاب یخی را ندارند اولای قوس.
اولای قوس هم خنک پیچیده بود به دور شانای. چنگ زده بود به زیر بیلکای شانای. مگر امروز که قاط جاکتا را باز کرد یلدا، انارها را کشیدن از میان جاکتا برای اتاق لول شدند. بیبی حاجی میگوید چیزی نشده بود، انارها را خراب نشده بودند. نه، جور تیار، انارهای بی استخوان، چاق لک و درست، ترکیده و خنده روی. یلدا براتان نگاه کرده، حتما میاره سر به سرخان، حتما میاره. حرارت گرمی میدود زیر پوست گونه های یلدا. تیز میبند گوشهای خود زیر چراغ کمنوری که به گوشه آشپزخانه بل میکند. بیبی حاجی میگوید آجی انارهای شب یلدا را به کنج حویلی گور کرده بود، زیر خاک نرم. خاک و گلشان را شستم، علاشه هایشان گفت کرده بودند. میگفتی خمیازه میکشد، فقط به خوابشان داده باشد. یلدا با خود میگه خوب است که مدرکلان است پیششان، دیگه پاسه را خلاص کنیم، بنا نیستند خوشی و پاسه رو. سیمینگل مادر یلدا دیگه بخار رو میگذارد روی بالون گاز و با صدای خف میگوید چی میگویی لب شور میدی یلدا؟ دست به تپان که حال ملا آزان خوشتن خواهند داد. حالا توته‌های گوشت قاقه بکش از آن. با آهسته زیر لب میگه خدایا بخیر کنی، بسیار وقت شده بود که روشنی به چهره ای دختر نخوانده بود. این دختر تا به دیدن چشمای سرمکرگیشان ندارد. از ترس خواد مرد. اگه خبر شوند از سیل ساز ما. صدای یلدا میآید این دستی گرما در گوشتار از آب میکشند. کلاککای دیگه بخار چرخ میخورند. عطر خوش گوشت قاق رقصان عبور میکند از فضای دهلیز و پر میکند اتاق نشیمن. یلدا آلوبالوی خشک رو میاندازد به تشت. دانه های آلوبالو تهنشین میشوند دار و سر. یلدا به این فکر است نرم خود شدن گوشتای قاق. باش زودتر ترشان میکردم. باز نگویم دیگه پختن یاد نداره ای دختر. گوشت از پیشش سخت مونده. سیمینگل مثل که گپ یلدا رو فهمیده بود گفت نرم میشن یلدا تو غصه نخو، جان نداره چیزی پیش آوردش. باز سیاهی را پیدا میکنه به دل سیمینگل. این لنگی سیاه ها هم مثل آتش تیز هستند. خدا پرده ماله کنه و آهی میکشد دراز و دراز. فکر آمدن خسرو دست سیمینگل را زیر زنخش میبرد. یادش میآید که خسرو وقتی تازه از راه رسیده بود پس از سلام علیکی و خوش آمدگویی با حاجی صاحب و بیبی حاجی نفس تازه ناکرده گفته بود هوا تاریک شود میروم ستار را میارم. سیمینگل میگه نرو بیادر جان، خدای نخواسته کدام گپ نشه. این مردم بیاد و که ساز و سرود جور نیستند، دشمن هستند، دشمن ساز و آواز. زیر پیرانم پتش میکنم خور شود اگه ببینن. آخر اینا دیگه چی گروهی بودن، نه در روسی ساز میمانن نه در چگه و برات. یلدا تربوز را وسط صندلی میگذارد. سیمینگل با دستهای لرزان بشقابهای انار را دو طرف تربوز میچیند. 4 نلبکی را پر میکند از آجیل و 4 طرف صندلی میماند. آهسته و پچ به یلدا میگه کاش که همیشه ما را روشن نکنین یلدا. این خدا ناپرسا دشمنیشان که آتش است که روشنی. از کدام تر اتاق بوی بر نشوند خدای ناکرده. همین دوتا رو روشن میکنیم خلاص مادر. سایه شمها چادرهای درست میشوند به قد دیوار. شعله ها چون موجهای گریان و لرزان. سیمینگل باز دست به زیر آلاشه میخزد به تاریکی اتاق. یلدا رو به حاجی میکند و میگه حاجی صاحب کدام میوه را اول در شقابتان بمانم؟ حاجی لنگیش را روی چینهای پیشانیش جابجا میکند و میگوید شب که پخته شود تربوز حقش اول است. انتظارش دراز و دراز بوده، از تابستان تا زمستان. مثل حضرت آدم علیه السلام نافرمانی خدا را نمیکنید. از جوی شیر میخورد و عسل. فرشتگان پیشش دست به سینه. دلتنگ که شد خدا از طوری چپش بیهوا را بخشید برش. مگر دانه گردم را نباید میخورد. نه نباید نافرمانی خدا را میکرد. لحاف را
سر زانویش میکشد در حالی که هنوز زنخش میجقد. دخترم، از خوردن تربوز در شب جله چیزی خونده ای در کتابایتان؟ یلدا نفس راست میکند. تربوز را میگذارد روی صندلی و میگوید بله حاجی صاحب. میگویند کسی که در زمستان تربوز بخورد در فصل سرما بیماری از او فرار میکند و حتی گرمی های مای سرطان و عسل حبسش تا سیر نمیکند. همه میگن هی چقدر خوب چقدر خوب. یلدا یادش نیست که سیمنگل مادرش پشت چراغ را رها نمیکند و لب به تربوز نمیبرد. از جایش بلند میشود و به چابکی ظرفهای سنتی ویژه جشن یلدا را برمیدارد از بلند، تربوزها را کارت میزند و انارها را دانه میکند. انار دانه شده را کنار انارهای پوست گرفته میگذارد. سرخی پوست انار به صورت یلدا میافتد و صورت او نیز گل میاندازد و سرخ میشود. همه مصروف قصه های قدیمی می شوند و یاد خاطرات زمستانی، برف جنگی، دمدکلک، چشم پتکان و یخمالک های بچگی. کسی نمی بیند که سیمنگل رفته و گوشش را چسبانده به پشت دروازه دهلیز. حاجی دهنش آب می دهد و می گوید انار یادآور چرخه زندگی است، یعنی تولد دوباره و نو شدن نسل آدم. پوست انار نمادی از طلوع خورشید است و دانه هایش نور زندگی هستند. مردم رقمی میگن. او دست به سوی سقف خانه بلند میکند و چشمانش را میبندد. همه به پیروی او دستانشان را سوی آسمان بلند میکنند و چشمها را نیمه باز میگیرند. سکوت نرمی و کاشهای تربوز و گونه‌های ترکیده انار سایه میاندازد. حاجی آوازش بلندتر میشود. میگوید خدایا از ظلم ظالم، از شرک، از بددلی ما را دور بدار. آمین. همه میگویند آمین. خدایا به ملک ما فراوانی و ارزانی ببخش. آمین. حاجی بسم الله الرحمن الرحیم گفته قاشهای تربوز را دندان میزند و همه به یکدیگر یلدا را مبارک میگویند. بیبی حاجی میگوید چقدر شیرین است این تربوز. مادر کلاک آب تربوز را میبرد و میگوید میوه‌های وطن ما عسل وارد هستند. عسل. همین دما خسرو وارد اتاق می شود و ستار را از زیر پیراهنش بیرون می کند. سیمنگل که در را برای او گشوده بود میگوید سر دسترخوان تیار رسیدی، بیا در جان، چقدر خوشویی دوستت دارم. اما بگو که کسی خود دنبالت نکرد، کسی خود ندیده. تاریکی بود خوار جان، جف سگ زیاد بود، من کسی را ندیدم. خدا نگاه کنه، دل به دلم نماند تا که آمدی. شیطان 100 گپ به دلم آورد. یلدا یاد گپ‌هایی می‌افتد که مادرش موزن همسایه گفته بود. 3 شب و 3 روز درد پنجه کشید به کمرم، لب‌هایم زنگ بسته کرده بود. آخرین دختر منتظر بود که به شب یلدا چشمانم را روشن کند. باب خطابی آموزش هم بود که نامش را میمانیم یلدا. و این را هم گفته بود که یلدا شب مبارک است. تولد حضرت عیسی علیه السلام را گفتند که همیشه بوده. خسرو پیش از خوردن قاش تربوز به یلدا میگرد کلکین‌ها را بسته کو یلدا. من در بیرون را خوب محکم کردم. خسرو ستار را بر می‌دارد و باز میگوید جای خوب باز نیست، در کلکینه. نه ماما، اما صبر کن، پرده ها را هم خوب کش کنم که پیش روی صلاح بگیره. و از جایش بلند می شود و می رود گوشه های پرده ها را می کشد برای کرسی ها و شیشه ها. مادر کلان می گوید اگنه بچین پشت همی ساز ایلاک بود. در کدام بلا نرویم، یا از این مردم بهانه می پالن سرمون. بان خاله جان، بان خاله، یک شب هزار و نمیشه گلوی مزنگ زده، 12 ماه شده دهن باز نکردیم. فقط شما چکچکی چیزی نکنید برای خدا. و انگشتانش می روند و می آیند روی نوت‌های ستار. گلویش را صاف می کند و چشمانش را می بندد و طوری می خواند گویا برای خودش می خواند. سر پرچال ما آمد صدایم کن، من قربان صدایت. بیا سینی بده انار شیرین، هزاران بار شود من خاک پای. خیره‌ای که افتاده روی ساعت دیوار 13 دقیقه به 2 شب را نشان می‌دهد.
خسرو ساز را به دیوار تکیه می‌دهد و نفس را بر رگ‌های گردن جاری می‌کند و می‌گوید فکر کنم وقتش است از کتاب حافظ فال بگیریم. اما به یک زدن بله خیلی خوب میشه، فال حافظ خوشبختی می‌آورد. بیایید ببینیم طالع ما چه رقم است. شعله‌های شمع‌ها کنده شدند از قد دیوار. یلدا به فکر فرو می‌رود. به خیالش که حافظ برایش می‌گوید یلدا باز کن کتاب زندگیت را. ورق‌هایم پر از مرادهای زندگی تو هستند. بخوان تا همه بشنوند که چقدر وقت بلند. بس.